سلام میکنم به دوستان عزیز، به کانال اپلیکیشن فارسیان خوش آمدید. خب در این ویدیو ما میخوایم به شما عزیزان یاد بدیم که به چه شکلی میتونید امتحان لایف این دی UK رو بوک بکنید. از اونجایی که میدونید امتحان لایف این دی UK امتحانی است که شما باید این امتحان رو پاس بکنید تا شهروندی انگلستان رو بگیرید. به غیر از این امتحان یک امتحان زبان انگلیسی هست که به غیر از این امتحان لایف این دی UK یک امتحان زبان انگلیسی هست که B1 هست که یک سری از کالج ها و مؤسسات این امتحان رو میگیرند که ویدیو اون قسمت رو هم برای شما عزیزان میذاریم. ولی امتحان لایف این دی UK که 45 دقیقه هست و تشکیل شده از 24 تا سوال که در رابطه با کشور انگلستان هست از شما امتحان گرفته میشه که این امتحان به صورت 4 گزینه‌ای هست، multiple choice questions، که هزینه این امتحان 50 پوند هست. خب دوستان عزیز، شما ابتدا موقعی که در این سایت وارد میشید تو گوگل بزنید Life in the UK test، یه همچین سایتی میاد بالا. بعد از اینکه اومد بالا سکرول کنید، یعنی این صفحه رو بیارید پایین، در این بخش که نوشته Start Now میاره تو یک صفحه دیگه که اینجا برای در واقع وقت گرفتن برای امتحان هست. Start your booking رو میزنین. موقعی که این صفحه اومد شما اینجا باید یک یوزرنیم و پسورد که همون ایمیل و پسوردتون هست رو بزنید، یعنی باید ریجستر بکنید موقعی که اولین بارتون هست که بتونید بوکینگتون رو تو ایمیلتون دریافت بکنید. ریجستر رو میزنیم، ایمیل رو وارد میکنیم، سپس دوباره ایمیل رو وارد میکنیم، پسوردی که مد نظرمون هست رو میزنیم و کانتینیو. خب اینجا از ما میپرسه که identification details. Do you have a valid United Kingdom biometric resident permit you wish to bring at the test center؟ اگر داشته باشید میگید آره، اگر گم کرده باشید یا حالا نداشته باشید به هر دلیلی میزنید نو، که ما برای این قسمت نو رو میزنیم و میگیم که مثلا پاسپورت میاریم و حالا موقعی که پاسپورت رو میزنیم این آیدی نامبر رو وارد میکنیم که همون پاسپورت نامبره. تو این قسمت دوباره وارد میکنیم تاریخ اکسپایری، یعنی تاریخ اون که منقضی میشه که هستش 3. خب ما اینجا اطلاعات رو وارد کردیم، حالا فامیلی و بعد اسم، تاریخ تولد، اینها رو دوبار از همون میپرسه که مطمئن بشه درست زدیم. current nationality، خب ایرانی میزنیم، فعلا ایرانی هستیم. country of birth، ایران رو میزنیم. place of birth هر جا که هست میزنیم. بعد اینجا میپرسه please enter a reason for taking the test. خب میگیم citizenship، میگه دلیلی که این امتحانو میگی چیه، میخوای بدی چیه. citizenship که اینجا میگه معنیش به این هست که میخواین برای شهروندی همون citizenship بریتیش اقدام کنین. اینجا میگه که applying for indefinite leave to remain settlement، که خب اصلا indefinite نیازی به این امتحان نداره. حالا اینجا چرا زده ما اطلاعی نداریم، شاید یک آپدیتی چیزی دارن که ما citizenship رو میزنیم. بعد اینجا میزنیم که are you a serving member of British Armed Forces or dependent of a serving member، میگه که
آیا شما حالا توی در اصل میشه گفت اینجا داره میپرسه شما آیا مثلا توی نیروی حالا به قول معروف میشه گفت جنگی انگلیس هستید یا نه، یا همون نیروی عین مثلا چیزی که تو ایران بود که ما اگر هستی میزنیم آره، اگر نه که هیچی. continue. اینجا از همون گفت please choose a type of ID approved travel document. اینجا ما اول زده بودیم پاسپورت، اینجا میذاریم travel document که اشتباه نشه، چون ما travel document داریم دیگه. یا اگر حال پاسپورت ایرانی باشه که خب پاسپورت رو میزنیم approved travel document که اینجا زده must be in date. بعد از اینکه اینها رو پر کردیم continue. خب آدرسمون رو اینجا وارد میکنیم. پست کد رو میزنیم. اگر این صفحه تار هست به خاطر اینکه خب اطلاعات شخصی هست که find address، این دکمه سبز اینجا میاد، find address رو میزنیم، آدرسمون رو وارد میکنیم، شماره تلفنمون رو میذاریم، اگر اتفاقی باشه بهمون بگن همونطور که خودشون اینجا گفتن continue. خب اطلاعاتمون رو یک بار چک میکنیم، اگر همه چی درست باشه میگیم که اینجا یه قسمت داریم که میگه I confirm that I have read and accept the terms and conditions and privacy policy of this website. و اینجا هم میگه که I confirm that my details above are correct and will appear on the ID that I will bring. اینجا هم شما قبول میکنید که اطلاعاتی که اون بالا زدید همش درسته و اطلاعاتی که هست روی کارت شناسایی یا اون مدرکی که میبرید مطابقت داره در اصل. ریجستر رو میزنیم. خب موقعی که این قسمت میاد یک ایمیلی حاوی یک لینک اومده که ما ایمیلمون رو باید کانفرم بکنیم. خب موقعی که کانفرم کردیم یا مستقیما میبرتمون تو سایت، یا چون من یک بار این کار رو انجام دادم ایمیلم رو وارد میکنم، سپس پسوردم رو وارد میکنم، یک کد برای من میاد توی ایمیلم که این کد توی ایمیل ما باز میکنیم و کد رو میزنیم که مطمئن بشه خودمون هستیم و وارد این سیستم میشیم. خب موقعی که وارد این سیستم میشیم نشون میده که اطلاعاتمون درست هست، همه چیز اوکیه. قسمت بعد میریم make a booking. خب اینجا از ما سوال میکنه که اولین سوال اینه که do you have any special test requirements. اگر حالا نیازی به چیزی دارید، اگر دیسابیلیتی دارید یا با ویلچر میخواید بیاید، اینجا میتونید اینها رو بزنید، مثلا ایزی اکسس یا هر چیزی. اگر نه که میذارید نو. و قسمت بعد میگه که سنترتون رو انتخاب کنید. سنترتون میشه نزدیک جایی که حالا به محل خونتون هست یا حالا هر جایی که بتونید راحت برید، که ما پست کد خودمون رو میزنیم ببینیم که برای ما قسمت هایی که آورده، مثلا اولیش Iranian Association هست. خب نزدیکترینش همین مثلا به شمال لندن Iranian Association هست که View Availability رو میزنیم. خب تو این قسمت این خونه های سبز نشون میده که available هستن، یعنی ما میتونیم بریم برای امتحان. خب ما مثلا ساعت 5:30 رو انتخاب میکنیم، آدرسش هم هست که اطلاعات امتحان رو به ما میگه. ساعت 5:30 45 دقیقه، هزینه‌اش چقدر هست و تمام اطلاعات رو اینجا برای ما نوشته. Confirm and Pay رو میزنیم. خب من برای امنیت کار
این صفحه رو مات میکنم، ولی قبل از اینکه مات بکنم بهتون بگم که خب اطلاعات کارتتون رو میزنید که از حساب بانکیتون پول کم بشه. خب موقعی که پی کردید، موقعی که پرداخت رو انجام دادید، برمیگرده تو صفحه UK Visas at Immigration، نشون میده که خب پرداخت انجام شد، بوکینگتون انجام شد، نیم ساعت قبل از اینکه امتحان باشه باید اونجا باشید، حالا جا پارک پیدا بکنید یا حالا کار اولیه رو انجام بدید. اینجا گفته که bring the ID document you used to book the test، میگه همون کارت شناسایی که تستتون رو بوک کردید باید با خودتون ببرید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر سوالی چیزی دارید میتونید هم از طریق چت اپلیکیشن فارسیان با ما در ارتباط باشید یا در همین ویدیو پایین کامنت بذارید، ما جواب سوال شما عزیزان رو میدیم. و اینکه این لینک بوکینگ رو هم ما در دیسکریپشن که پایین این ویدیو هست برای شما عزیزان میذاریم. امیدواریم که بتونید این امتحان رو بوک کنید و برید پاس بکنید.